اینجا دوشنبه در موج رادیوی تاجیکستان. در تاجیکستان رادیو 10 اپریل سال 1930 تشکیل شده است. خود تشکیل شدن رادیو در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک حادثه خیلی مهم و فرح بخش بود. چرا؟ زیرا رادیو میتوانست که در زمان شوروی افکار جامعه را برای بنیاد دولت شوروی، برای گسترش آن پدید آورد. و ببینید تاجیکستان سال 1948 نخستین دولت آسیای مرکزی بود که در اینجا اداره برنامه‌های برون‌مردی تأسیس شد. سبب چی بود؟ ترغیب سیاست دولت شوروی برای ایران، افغانستان و دیگر دولت‌های فارسی زبان. و رادیوی تاجیکستان در زمان استقلال نخستین رسانه‌ای بود که اعلان استقلالیت دولتی را به مردم رساند. دوم، در زمان نبردهای داخلی رادیوی تاجیکستان یگانه وسیله‌ای بود که رابطه بین حکومتداران، مردم و فراری را تامین کرد و برنامه مخصوص با وجود آمد، خاک وطن. ببینید نقش یک برنامه چگونه مهمتر است. توسط همین برنامه خاک وطن بیش از 600,000 نفر به وطن بازگشت. خاک وطن الکه منبر بود برای مردمی پریشان. بعد اعتقاد، باوری بیشتر به این پیدا شد. یک سخن احمد شاهید مسعود هم هست که من از رادیوی تاجیکستان بیشتر حقیقت را جستم، حقیقت را یافتم و باور کردم. همین باوری، همین اعتقاد مردم گویا که مجبور کرد که یا در دلش جا شد که همین به خاک وطن بیاین و صحبت کنن یا به همدیگر یک علاقه را پیدا کنن. از سال 1947 این جانب همه برنامه‌هایی که قیمت تاریخی دارند، فرهنگی دارند، سیاسی دارند، در خزینه رادیوی تاجیکستان محفوظند. از سال 1947. خب یعنی امروز ما میتوانیم آواز استاد عینی، صدرالدین عینی، استاد لاهوتی، استاد ترسونزاده، دهاتی، اولوغزاده، لایق و شاعر و نویسندگانی که امروز در قید حیات هستند، صدای آنها را از این خزینه ما دریافت کنیم. شعبه ما اصلا از موسیقی، از موادهایی که محفوظند، سالهای زیاد در اینجا هم از همین استفاده میبرند. عموما کار رادیوی ما به همین وابسته است که هر یک موادی که ما در اینجا احتیاط میکنیم و سر و کار داریم برای ژورنالیست‌ها بسیار ضرور است از اینها استفاده میبرند. برنامه‌های رادیوی تاجیکستان نه تنها در جمهوری بلکه در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، امریکا، روسیه و آسیای مرکزی پخش می‌گردند. اودیتوری برنامه‌ها بیش از میلیون‌ها نفر را تشکیل می‌دهند. سال 2007 در رادیوی تاجیکستان یک انقلاب تکنیکی به وجود آمد. پورا رادیوی تاجیکستان با سیستم رقمی گذاشت. توسط کامپیوتر امروز تمام برنامه‌ها تهیه و تدوین می‌شود. رادیوی تاجیکستان در همه دور و زمان موافق با خواست شنونده، طلبات شنونده برنامه تهیه کرده است. رادیوی تاجیکستان امروز رادیوی عمومی ملی است. در رادیوی تاجیکستان امروز هم کودک، هم جوان، هم کلانسال میتواند با ذوق خود برنامه شنود. ما برنامه‌های زیاد داریم که از روزگار کودکان و نورسان صحبت میکنند. برنامه‌های داریم که از من وابسته به حیات و ایجادیات ادیبان امروز گذشته است. برنامه‌ای هست که از روزگار سربازان وطن صحبت میکند، از روزگار دانشجویان صحبت میکند. حتی برنامه‌ای هستند که پرابلم ها و مشکلات روزگار معیوبان و به واسطه کارافتادگان رو در آن یعنی که شرح تفسیر می شود. یعنی برای ذوق همه شنونده ها امروز برنامه تهیه می شود و اونی که شاید رادیوی تاجیکستان با قالب کهنه فعالیت می کند، من به این راضی شده نمیتوانم. شاید همه گونه وسیله ها از میان بروند یا که بکاهد مقامشان، ولی رادیو
بهتر و خوبتر میشد، چرا که امکانات رادیو بیشتر است و امکاناتش گرفتن اینفورماسیون نیست یا اطلاعات از رادیو بیشتر است که میتواند مردم را از کار بیکار نکند، مردم را با او اطلاع بگیرد. و من در اندیشه هستم که این روند ادامه میکنه و رادیو کامپیوترها شاید پیدا میشوند که او را از روی همون نقشه های خاصه میگذارند و دلخواه ساعتی که از روی برنامه‌ای که در دست دارد یک شنونده میتواند همون دلخواه برنامه های خود مطرح کند، به نقشه بگیرد و او را پخش کند که در هر ساعتی که میخواهد کامپیوتر همون اطلاعاتی که رادیو دارد برای بده شبکهش فرق ندارد. یعنی راه آینده رادیو وسیع‌تر است و یگان وسیله در دنیا یافت نمی شود که جای رادیو را بگیرد.